یکی از اسمهای این ماه رمضان ماه شهر دعاء المستجاب هست، شهر دعاء المستجاب، ماهی که الله تعالی دعا رو اجابت میکنه، دعا رو رد نمیکنه. للصائم دعوة عند فطره لا ترد، برای روزدار یک دعایی هست قبول میشه هنگام افطار و رد نمیشه. و الله تعالی در قرآن فرمودن وقال ربكم ادعوني استجب لكم، پروردگار شما اعلام کرده بخوانید مرا شما را اجابت میکنم. و اذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان، هنگامی که بندگان از تو سوال میکنن ای رسول صلی الله علیه و سلم بگو من باشون نزدیک هستم، علم من، شنوایی من، بینایی من همراه با بندگانم هست. اجیب دعوت الداع، من اجابت میکنم. کی میگه؟ الله سبحانه و تعالی میگه در کلام خودش، گفته الله حق صدقه و من اصدق من الله قیلا، چه کسی در گفتار از الله راستگوتر است؟ قل صدق الله، الله گفته ادعونی استجب لكم. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ینزل ربنا تبارک و تعالی، در این ماه سروران محترم ما اوقات مخصوصی برای اجابت دعا داریم، اوقات مخصوصی برای اجابت دعا داریم. اون اوقات مخصوص وقت سحر هست، وقتی هست که الله سبحانه و تعالی به آسمان دنیا نزول میکنند و اعلام میکنند، وقت سحرگاه اعلام میکنند هل من سائل فاعطیه، آیا سائلی هست، سوال کننده هست که من سوالشو عطا بکنم؟ هل من داع فاجیب له، آیا دعا کننده هست که دعاشو اجابت بکنم؟ هل من مستغفر فاغفر له، آیا کسی هست که استغفار بکنه، طلب مغفرت، طلب آمرزش بخواد از الله که رو مغفرت بکنم؟ این اوقاتو در این ماه داریم. عزیزان از این فرصت ها استفاده بکنیم. تسحروا فإن في السحور برکه، در سحری خوردن برکت هست. برای سحر بیدار بشین، دعا بکنین، وقت اجابت دعا هست.